کنترل کیفیت محصولات صنعتی با هوش مصنوعی. رویکرد سنتی یا دستی کنترل کیفیت بسیار پیچیده بوده و چالش‌های متعددی دارد. به عنوان مثال، وابستگی به تجربه و تخصص نیروی انسانی، در حالی که مهندسان کنترل کیفیت دارای سطح مهارت و تجربه یکسانی نیستند. تأثیر منفی چند مسئله به طور همزمان بر تولید که شناسایی مشکل به روش سنتی را بسیار دشوار می‌نماید. تشخیص تمامی مسائل و بررسی هر مورد به صورت دستی یک فرایند خسته کننده است که نیاز به انرژی و زمان فراوان دارد. چنانچه سازمان دارای چندین سایت تولید باشد، رهگیری خرابی‌های تولید در تمامی سایت‌ها با سطح کارایی یکسان بسیار دشوار می‌گردد. در مقابل رویکرد سنتی، هوشمندسازی کنترل کیفیت محصولات قرار دارد که مزیت‌های بسیاری دارد، همچون بهبود دقت و قابلیت اطمینان، افزایش کارایی و بهره‌وری، بهبود قابلیت‌های تصمیم‌گیری. هوش مصنوعی در 3 حوزه اتوماسیون فرآیندهای کنترل کیفیت، تجزیه و تحلیل پیشبینانه برای تضمین کیفیت و سنسورها و سیستم‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی نقش اساسی جهت تحول کنترل کیفی ایفا می‌کند. نحوه عملکرد هوش مصنوعی در کنترل کیفیت به این صورت است: داده‌های لحظه‌ای از سنسورها و دوربین‌ها گردآوری می‌شوند. سپس این داده‌ها جهت شناسایی الگوها و ناهنجاری‌ها توسط هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می‌شوند. هوش مصنوعی بر اساس داده‌های گردآوری شده طی فرایند تولید می‌تواند خرابی‌ها و عیوب احتمالی را پیش‌بینی نماید و از وقوع آنها جلوگیری کند. در مرحله بازرسی کیفی، بررسی خودکار تمامی محصولات به دقت صورت گرفته و از مطابقت با استانداردهای کیفی اطمینان حاصل می شود. تولید کنندگان با استفاده از هوش مصنوعی می توانند بازرسی ها را با سرعت بسیار بالاتر اجرا نموده و سطوح یکپارچه‌ای از کنترل کیفیت را به صورت پایدار حفظ نمایند. مفهوم بهبود مستمر هم این است که هوش مصنوعی به تولید کنندگان کمک می کند تا نقاط نیازمند بهبود را شناسایی نموده و فرآیندهای تولید را بهینه‌سازی نمایند. کنترل کیفیت مبتنی بر هوش مصنوعی در مراحل مختلف از کنترل کیفیت اولیه تا کنترل کیفیت حین تولید، کنترل کیفیت نهایی و حتی پس از ارسال به مشتری صورت می‌گیرد. همچنین کنترل کیفیت مبتنی بر هوش مصنوعی در صنایع مختلف کاربرد دارد. به عنوان مثال، در صنعت تولید، سلامت، توسعه نرم افزار، غذا و نوشیدنی و صنعت انرژی. در نهایت، به منظور پیاده‌سازی مؤثر هوش مصنوعی در حوزه کنترل کیفیت لازم است ابتدا فرآیندهای مدیریت کیفیت کنونی مورد بررسی قرار گیرد. سپس مناسب‌ترین ابزارهای تضمین کیفیت مبتنی بر هوش مصنوعی بر اساس عوامل مختلفی همچون مقیاس پذیری، سهولت یکپارچه سازی و مقرون به صرفه بودن مورد ارزیابی و انتخاب قرار گیرد. با آموزش پرسنل زمینه را جهت استفاده مؤثر آنها از فناوری‌ها و مشارکت در تطبیق موفق هوش مصنوعی با گردش کار مدیریت کیفیت سازمان فراهم نمود. همچنین بینش‌های به دست آمده را برای بهینه‌سازی بیشتر الگوریتم‌های هوش مصنوعی و افزایش اثربخشی آنها در بهبود استانداردهای کیفیت کسب و کار مورد استفاده قرار داد. اطلاعات بیشتر را می توانید در مقاله کنترل کیفیت محصولات با هوش مصنوعی در سایت AI4B.ir دنبال نمایید. ممنونیم که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید.